زندگیمو با قلمی پرکشیده کشیدم بیرون که تیر و کمون نور خدا هم نمیتونست حتی نگاهش کند. کشیدمش آره ولی ندیدمش، تموم شدش ولی باز نشدش. پدری در قلب فرو رفته چجوری بکشمش بیرون؟ آره ولی سمتش نمیشه رفت، چون نیرو کمونمو در بدنش نقاشی کرده بود. من تموم سرنوشتمو خوندم که تو رو بتونم ببینم و بخونم و تونستم پدرمو ببینم در لحظه هایش، ولی نتونستم ببینمش تو آینده هایم. ای پدری که با سکوت با تموم صحبت کرد نهایت من رو آروم کردی. چشماشو ببینم که برایش بکشیم چشمایی که بیرون آمد من رو در لحظه های سکوت ببیند، که مرگ رو بر چشمانم خریدم که باز نشه و نتونی بهش مشت نزنی به خاطر تاریکیش، یعنی به خاطر همخون بودنش که نتونستی بهش زهر رو بزنی. آره ولی باز اونو دوست داریم، به خاطر درون تاریکش میجنگیم تا روشنایی چشماشو بیشتر کنیم. میشه عاشقانه تو رو بکشی بیرون ببینمت برادر. گفتش نه تا وقتی که چشمام ببیندت. میدونی چیه؟ خیلی وقت حسم میگه تو این مدت منو نتونستی بخونی. یعنی چی؟ یعنی اینکه چی میشد من دیدمت تو خوندنت نوشتمت، ولی تو منو حتی به خاطر دل شکستت نگاه نکردی. میتونی بگی با این دروغ منو تو ممنوع کردن پرهایت ممنوع کردی، ولی برایت پرهایی کشیدم که در این زدان به من دروغ بگوین، ولی مردی بودم که تنهایی سرنوشت همهشان را کشیدم و تموم کردم که تو به سرنوشت من خواهی رسید.